دو فصل خوب دسته‌ها به میدان بازی می‌آیند. خوب داوری امروزه وخوری محض الحال نمی‌تواند که با طور دروازه رقیبان خود گل زند. یک امتیاز هم دارد. خوب باید با هیئت دسته‌ها شناخته شویم چون بمبای شرالیف رقم 13 در خط نیمه مایه بازی می‌کنند. رقم 20 از کامرون رستم قوچکاروف، رقم 47 گران جوشوا اوگهنه اوچوکو نیگریا، رقم 44 صادق جان قربانوف، رقم پرتوب و خیلی خوب هم اجرا رو هم تشکیل کردنی هستند فوتبالبازان دسته پنشر. ولی طوری ببینیم اینجا دولتبک توپ رو از دست داد. به نظرم بله این خطا است دوستان. کارت سرخ، بله داور کارت سرخی مستقیم بر روشن عزیزوف میدهد. این خیلی خطا بازی کرده ایستاده است و منوچهر جلیلوف دو ضربه بالای همی سخت رو میزند، اما اینجا تو بر ضربه زده می شود. بله به عنوان نبود، با عنوان بود، ولی بعد رو میبینیم. ببینید این ضربه، این گونه ضربه زدن کارت سرخ باید، بله کارت سرخ رو به منوچهر و کارت سرخ رو با دو نفر. اینجا یک باره دولتبک سیدامینوف هم کارت سرخ میگیرد. بازیگری جبر دیده کمک رسانیده می شود. اینها با هم قریب در افتاده بودند، اما اینطور نشد و حالا باز یک گزارش دیگر رومیش و باز مویرون اینجا بازی کرد و عبداللطیف رو از خود دور نمود و اینجا پرتاب عالی بود با همون یک بازیگری سیخناکشون. حالا این ضربه دور بسیار هم مهم است و حساب دوستان گرامی شده می شود. این امیربک اگر حالا بیاد همین یک از مسافه دوری امیربک، حالا باز دهقانی و حالا اینجا برتری استقلال هست و این گل دومی زیبا رضا دهقانی دقیقه 46م دسته استقلال دوشنبه است که اینجا از همین گوشه همین گونه ضربه زد. ضربه‌ای که اونجا پیش از این امیربک جورابوی شده بود همین گونه از دور بود واری شد. انا با این از قطاری حملگرانی هست که در این دسته محمد جان رحیموف و ضربه بسیار خوب میزند اما کمی بلند نتوانستن رخنه کنند خط دفاع رو. امیربک جورابویف باز با کنار شد، از اینجا ضربه باید زد. رستم و نهایت گلی علیشیر جلیلوف رو ما دیدیم. ضربه اولی ببینید با یک زده است دیگر قسمی. حالا ببینید باز یک روشن باشد 7-3 است و اینجا 4 افسریت روشن در زینه چهارم است و نهایت دوستان گرامی اینجا بازی